اداره برنامه‌های جوانی، ورزش و سیاحی تقدیم می‌کند. مادرم یکتاست مانندی وطن، مهر گرمش ریشه پیوندی وطن. بیتی است از نخست مجموعه نوقلم جوانی ما، همبال ترنه‌ها، بزرگمهر بهادر. قبلا شما رو با برنامه بازتاب اندیشه خیر مقدم میگوییم. تشکر، زنده باشید. البته شعر نفس است، شعر زندگی است و ملت ما را همچون ملت شعر و اندرز و خرد میشناسند. شما به عنوان یک نوقلم جوان باری به خود سوال داده اید که برای چی شعر میگویید؟ میدونید برای چی شعر مینویسم؟ گفته سوال دادن مثل همونی است که من برای چی به دنیا آمدم. برای آنکه به قول همون الکساندر بلوک که میگوید شعر شاعری کسب نیپی قسمت است، این هم یک بخش قسمت من میدونم. برای همینم چگونه شما میتونید سوال کنید که در قسمت من همین نوشتن شعر یا که هم کسبی که شما انتخاب کردید برای چی نصیبی من شد؟ از میان میلیون ها انسان ها برای چی مثلا شما باید شعر بگویید؟ این سوال به خودم واری هم ندادم، لیکن از گفتن شعر البته شعر به معنای تامش بسیار هم اون یک لذت و اون یک کیفیتی که دارد ناگفتنی است. من چی گفته میتونم؟ شما درست گفته شعر نفس است و در تقویت گفته شما میتونم گویم که در حقیقت هم شعر نفس است، شعر حالت است. ببینید یکی از علمان یونانی قدیم میگوید در یک آب دو مراتب در آمده نمیشود، چون که آب جاری است. همین حالت هم مثل آب است، نمیتونید در یک حالت دو مراتب شده باشید. نمیتونید شما دو مراتب در یک حالت عیناً همون حالت در زندگیتون بار دوم تکرار شود. مثل تولد شدن، مثل جوانی، مثل شنیدن بار اول زنگ اول، چند لحظه حالتایی هست که مثل آب روان است، اون تکرار نمیشد. همین شعر هم حالت است، اما از دیگر حالتهای معمولی، از دیگر حالتهای مقرری فرق شعر در آن است که شعر ثبت می شود. استاد گلرخسار یک سخن بسیار عجیب دارن، بسیار تکرار میکنند. سخن لحظه رو به جاویدانه ثبت کردن است. در حقیقت همین حالت رو یک حالت، مثلا شما میبینید کودک که گریه دارد، در شما یک انگیزه پیدا میشد در کوچه و یک کودک به شما هیچ آشنایی ندارد و در دل شما یک انگیزه پیدا میشود. همون حالت همون کودک، همون درد همون گریه کودک یک حس میکنید، خلاصه احساس میکنید که همون کودک چی درد دارد و همون احساس الکی بسیار آدم ها احساس میکنند که احساسشون ثبت کرده نمیتونن که شاعر خوشبخت است که همون حالت، همون احساس، همون یک لحظه خوشبخت زندگی و لحظه حزن انگیز زندگی میتواند در حال در یک چیز ثبت کند که میتواند به جاویدانه انتقال یابد. این است این امتیاز شاعر. بله، پاسخ به سوال همین بود که یعنی که شعر برای شما مثل نفس است. یعنی اگر انسان بدون نفس نمیتواند زندگی کند و شما بدون شعر نمیتونید زندگی کنید. و البته شعر گفتن خود یک رسالتی است که انسان ها رو به سوی زیبایی پرستی همیشه دعوت میکند. انسان ها رو به راه نیک، به راه راست، به راه روشن و پرفروغ هدایت میکند. خیلی میخواستم برای چی همبال ترنه ها مثلا عنوان گرفت نخست مجموعه شما؟ خودی همین به چاپ شدن به تب رسیدن کتاب هم مثل یک انتظاری یک فرزندی است که حالا به دنیا نآمده است. من وقتی که مرتب میکردیم شعرهایی که سره میکردیم، میچیدیم شعرهایی که به مجموعه موافق تر هستند، وقتی که سره میکردیم به واسطه خودم بسیار فکر کردم که چی نام گذاریم. نام های بسیار عباره های شاعرانی بسیاری بودند. من حتی روی خطشون ترتیب دادم که از اینا یکیش انتخاب کنم، اما بسیار مشکل کشتم. همین خودی همین عباره همبال ترنه ها که عنوان کتاب قرار گرفت از یک دو بیتی من گرفته شده است. دلی من عرصه سوز و گداز است، رهی مقصود من شیب و فراز است. بهار آوردن آسان نیست یاران، به مثل ترنه ها را هم دراز است. ترنه مژده رسان بهار است، وقتی که در یک شکل بسیار عجیب هم خیلی اگر دیده باشید آسمان پوری در آسمان مثل پرنده های دیگر، مثل تار میزان، بله مثل تار میزان شکل معینی پرواز دارند. بسیار زیبا است، تماشا و همین نظام شکسته نمی شود در آسمان در حد پرواز. و همون آمدنی همون در آسمان دیدنی همون ترنه الکی معلوم است که
بهار شد زیرا تورنت به اون کشوری سفر میکند که اونجا بهار میباید هوا فصل گرما فرا میرسد و اون تنظیمی که در پرواز اونها هست یک نوع تناسب است مناسبتی دارد به تنظیم شعر چون که شعر نظم است شعر نظام است اصلا گیریم و به همین خاطر از همین دو بیتی خواستیم گرفتیم همبال تورنه ها یک نوع خواستیم که به همین کتاب به مردم آمدن بهار رو آمدن بهار معنویت آمدن بهار فرهنگ آمدن بهار آدمیت بهارش انسانیت شرف و بسیار ارزش های والای انسانی که انسان تنها به خاطر آنها انسان است انسان نام دارد خواستیم به واسطه آنها یک نوع پیام رسانیم که به همون بهار رسید اون بهار مقرری نیست این بهار فرهنگ است این بهار معنویات است که از دل ما جوش میزند در این کتابچه خاکسارانه در این کتابچه که هنوز هم نقص و کمبودی دارد با وجود اونی که از زیر قلم استاد گذشت البته این قدم اول است در اونجا صدای زنگ اول هست گریه های کودکی من هست چشم انتظار مادرم هست سیاست و صلابت پدرم هست در اونجا خنده های خواهرچه‌ام دادرچه هایم هست هم دیه هایم هم صنف هایم و من همون فضای دیهه که من در اونجا عمر بسر بودم همون فضا و اون فضایی که من 6 سال در دوشنبه بودم این فضایی که تماما باز از دیه فرق میکند اینجا تکاپو میخواهد یعنی هم حال زندگی شما تصویر مییابد در اینجا پاره های دل من هست من میخوام همین مثل همبال تورنه تورنه ها البته یک ارمغان سبز بود از قلم نوجوان ما و نوقلم ما بزرگمهر در عرفه جشن وحدت و استقلالیت برای عاشقان شعر و کسانی که دوست می‌دارند شعر را در زمان استقلال زندگی می‌کنیم و هیچ نعمت بزرگتر از استقلال و آزادی نیست در اندیشه یک نفر نوقلم جوان واژه استقلالیت چگونه مطرح می‌شود اول کاری که میکنید خصوصا در شهر این کار است کشودن تریزه وقتی که شما یک تریزه هایتون رو میکشوید به خانهتون یک هوای معطر هوای خوش خواه و زمستان باشد خود در 4 فصل سال سوپ تاجیکستان بسیار عطرآلود است وقتی به خانهتون هوای تازه وارد میشود نفس میکشید بعد هوای صبح وقتی که نفس کشید بعد احساس میکنید که شما امروز از خواب برخستید یک بار دیگر به خودتون سوال میکنید نزد آینه نزد در هم پس تریزه که شما از خواب برخستید امروز چی وظیفه دارید امروز باید شما چیکار کنید شما کی از چی عزیزان کیها کدام عزیزانی رو دارید که به امید شما هستند به امید خوب خواندن شما به امید خوب کار کردن شما تحصیل شما فعالیت شما بعد در اندیشه من اول مادرم که در یک گوشه کنار به طفیل همین آرامی و آسودگی صلح و ثبات در یک گوشه کشور در یک دیهه دوردست با کارهای خانه‌اش مشغول است پیش نظرم میآید این الکی یک مرا از غم و غصه از بسیار چیز فارغ میکند که من میدونم که مادرم در یک گوشه تاجیکستان صحت و سلامت است این همین الکی یک نعمت است که پاداشش البته پاداش استقلالیت است مثلا بعدا من برادر و خواهرانم رو میبینم که البته در دوران ما هم بودند که ما اینقدر تو اون درجه که این خواهرچه و دادرچه من داشتند کتاب‌های درسی فراگیر نبودند آنها الکی کتاب و دفتر و کتاب‌های درسی لوازمات درسی بله همه چی که مهیا است لباسشون به دیگر گپ نیست مثلا از ما دیده بسیار اونها پیشرفت کردند با تکنیک آشنا هستند وقتی که من از دور ایستاده با اونها صحبت میکنم با دیه آنها یک چیزهایی رو میدونند که شاید در سن سال آنها ما نمیدونستیم این همش به شرافتی همین استقلالیت همین صلح و ثبات تاجیکستان است که میسر همون عزیزان من گشته است من همین خوشبختی همین لذت همین استقلال رو لذت آزادی وطنم رو در آزادی و آبادی و سرسبزی و خانه آبادی از هم مهم آرامی اهل خانواده هم میدونم بسیار خوب یادآور شدید بزرگمهر از زمان تکنیک و تکنولوژی جهان معاصر عصر ما عصر پیشرفت تکنولوژی جهان معاصر هست در این گیر و دار و تلاش های دنیا ایده به آن نظر هستند که شاید شعر پاسخگوی نیازهای انسان ها نباشد در این عصر خب این از ممکن است از 4 یک فایزه انسان ها به نظر شما در این قرن شعر چه رسالت دارد
дуруст вақтҳои охир тариқи воситаҳои ахбори умма чунин суханҳо тез тез ба гӯш мерасад ки гӯё ки вақте ки шумо шеър рисолаташро аз даст дод мегӯед, ин аллакай адабиёт рисолаташро аз даст дод гуфтани мазмун аст. Аммо ҳаргиз ин тур нест. Адабиёт ки тарбиятгари башар буд, ҳамун рисолат, ҳамун вазифаро дорад. Аммо ин як нав камтаваҷҷӯҳ шудани мардум ба шариат нисбат ба адабиёт, хусусан нисбат ба шеър маънои онро надорад ки шеър оҳиста оҳиста хондани шеър, он лаззату завқе ки мардум аз шеър мебаранд, аз байн меравад. На, ҳаргиз ин тур нест. Чунки мисли мо бӯҳрон, ина метавонем мо бӯҳрони як нав бӯҳрони чӣ гӯем, бӯҳрони маънавият агар унвон диҳем дар дунё, албатта дар кишварҳои бештар дар кишварҳои ғарбу амрико агар гӯем ки ин як нав бӯҳрони маънавият аст, ин тур бӯҳронҳо дар даврони ҳофиз ҳам буд, дар даврони мавлоно ҳам буд. Мисли вақте ки Чингизхони масалан ғаддор вақте ки Осиёи Миёнаро забт кард, мавлоно кӯч баст ба Қунья, аз Балх ба Қунья кӯч баст, он ҳам бӯҳрон ба гирифтор буд. Лекин бубинед бо гузашти айём шеърашро имрӯз дунё мехонад, имрӯз ғарб мехонад. Он хабари хушие ки масалан дар Голливуд мехоҳанд дар бораи мавлоно як филм бардоранд, ин аллакай ҳамун гувоҳи он аст ки мардум чӣ қадаре аз маънавият дур шавад, боз ҳамин қадар ҷазби фарҳанг, ҷазби ҳамун як ҷозибияти фарҳангу маънавият онро боз ба худаш мекашад. Мардум агар 50% не бигзор 40% мардуми сайёра ҳис мекунад ки дур шудан аз маънавият ва бештар қаробат гирифтан бо технику технология, ин ҳаргиз беҳтар шудани сатҳи зиндагиро надорад. Муҳаммад Ҳиҷозӣ ҳам дар китоби ҳазор сухан мефармояд ки рушди бемайлони технику технология ҳаргиз маънии хушбахт шудани инсониятро надорад. Ман ба ин гуфтаи Муҳаммад Ҳиҷозӣ эътиқод дорам. Ҳақиқатан ҳам чунин аст. Мардум чӣ қадаре ки аз маънавият дур мешаванд, ҳамин қадар эҳсос мекунанд. Вақте ки ман хондам, савол медиҳанд ба ҳамун нафаре ки коргардоное ки мехоҳанд дар бораи мавлоно филм бардоранд, мавлоно Шамс Тавризӣ мегӯянд ки барои чӣ шумо ба мавлоно рӯй овардед? Вай мегӯяд ки имрӯз дар дили одамҳо як холигоҳе пайдо шудааст ки осори мавлоно бар ин инсонҳои бузург бояд имрӯз пур кунад. Он холигоҳ чист? Он холигоҳ ҳамун холигоҳ аст ки мардум имрӯз сер шуданд. Мардум аллакай ба тамоми беҳтарин шароити зиндагӣ расид. Имрӯз мардум аз ҷои хобаш бо дасташ ишора мекунад, чароғи хона дар мегирад, бо дасташ ишора мекунад, об мебиёяд. Имрӯз мардум аз моддиёт бениёз шуд. Як қисми мардум аз моддиёт ки бениёз шудед, аллакай рӯҳи шумо, рӯҳи инсон бисёр чизи муқаддас аст. Рӯҳи инсон вақте ки аз моддиёт, аз лаззати дунё бениёз шуд, албатта як ниёзи бузургтарин, ниёзе ки инсон будани ӯро муайян мекунад, ниёз ба инсон будан дар ботини ӯ пайдо мешавад ки албатта барои инсон будан адабиёт, фарҳанг, санъат, ҳунар, шурӯъ мекунем аз шеър то операву то театру то суруду то он ҳамае ки санъату ҳунару фарҳанг ба ворид дохил мешаванд дар рӯйхати ин фунуни соҳибдилон аст. Ба қавле инсон ниёз пайдо мекунад. Ман гоҳе вақт мардум ҳавас мекунанд ба он зиндагии Аврупову ғарб. Масалан ман рости гап як нав хандаам мегирад ки охир ин зиндагии мо бо ин қадар пастиву баландиҳояш, шебу фарозаш, бо ин қадар масалан бигзор бо як муҳтоҷиҳояш ин қадар болаззат аст. Чун талоши зиндагӣ аст. Рӯҳи мо ҳанӯз он холигоҳе ки дар рӯҳи онҳо ҳаст, мо он холигоҳ надорем. рӯҳи мо хушбахтона саршор аз меҳри модар аст, саршор аз меҳри ватан аст. Як нафар дар ҳаққи ватани мо чизе гӯяд, мешӯрем, мо шӯрида мешавем, дар дили мо ангеза пайдо мешавад. Як меҳри ғоибонае ба ҳамин замин, ба ҳамин хок ҳанӯз ҳаст. Анако тасаввур кунед ки онҳо на хокро мешиносанд, на ҳаворо. онҳо мехоҳанд дар моҳ хона кунанд, онҳо мехоҳанд ба моҳ парвоз кунанд ва аз моҳ замин харанд. ҳатто як андешаҳое ки он андешаҳо ҳама бебунёд ҳастанд. инсоният ягона омили наҷоти инсон ки гуфтам, инсон ин аллакай шариф аст. аз дар классикои мо инсон ин ҳамту мафҳуми вай нест, мафҳуми оддӣ нест, чун мавлоно мегӯяд аз девудад малуламу инсона морзуст.
دیوداد نیست این روایت از افسانه است، اما دیوداد انسان هایی که همون روحشون خالی از معنویات است اونها را در نظر دارد. مولانا میگوید که از دیوداد ملولمو انسانم آرزوست. تصور کنید امروز هم انا غرب احساس میکند که دیوداد پر شده از اطراف و اونها میخوان انسان سازند. انسان را الکی اونها حس کردند که با تکنیک اون هزار یک لابراتوری های بزرگ خودشون با کامپیوتر خودشون نمیتوانند بسازند. انسان را ادبیات میسازد، انسان رو فرهنگ زیبایی میسازد. بسیار خوب. یعنی تلاش زندگی از خود زندگی شیرین تر است. انسان وقتی قدم به قدم به سوی بله موفقیت های خود می رود باز لذت معنوی بیشتر. چون یک نویسنده بسیار هم مشهور ما میگه که عموما در بشریت که معنی حیات ایجاد است و هیچ لذت برابری لذت معنوی برداشتن از ایجاد نیست. چون سخن از وطن گفتید میخواستم یک شعر بخونید درباره وطن از این نخست مجموعه خود همبال ترنه ها. یک شعر میخونم با نام سرود فردوسی. وطن گویم زبانم آتشین است، زبانم در دهانم آتشین است. اگر یک لحظه میهن نگویم خدای مهربانم آتشین است. نه تنها خواب من بیداری من، نماز هر زمانم آتشین است. نه تنها شادی من خنده من، همه درد و غمانم آتشین است. سری میدان رزم و بزم شاهی، سراپای یلانم آتشین است. شنو فریاد رستم را ز البرز، دوی رخشی چمانم آتشین است. ز ضرب گرز من ریزد ستاره، سری گرزی گرانم آتشین است. صدای آرش آید از دماوند، به کف تیر و کمانم آتشین است. سیاووشم نمی سوزم به آتش، تنی خاکی و جانم آتشین است. یلی رویین تنم اسفندیارم، یلی رویین تنم اسفندیارم، رگ و پای استخوانم آتشین است. من آن سهرابم از تخم تهمتن که خونی ارغوانم آتشین است. درفش دست کاوه دفتری من، درفش کاویانم آتشین است. من آن فردوسی روشن روانم، همانا که روانم آتشین است. آفرین. باعث خوشحالی است که وقتی که نوقلمان ما در زمان استقلال آزادی، در زمانی که وجود هر یک جوان تاجیک سرشار از عشق وطن است درباره وطن شعر میگویند، از عشق وطن میبولند، چون در این فضای وطن در این فضای آباد و آسوده زندگی میکنند. بگذاریم از این دنیای شعر و ادب به فعالیت ایجادی خودتان. صنف 6 بودم، یک مقاله خبرگونه من در هفته نامه انباز چاپ شده بود. وای پاداشش بسیار پاداشش مرا هوسمند کرد، چون مرا مشهور کرد در دیه. صنف 6 بودم، اطراف مرا هم دیه ها احاطه کرده. اون دیه بسیار عجیب است، در حقیقت هم بسیار انسان های بی‌غبار دارد. وقتی که آمدند مرا تبریک کردند، بعد اونقدر هوسمند کنی و به قول بالا برداری ها در دل کوچک کودکی هم باز هم شوق و رغبت پیدا شد که من باز هم بعضی چیزهایم رو فرستانم به دوشنبه به روزنامه و مجله ها طریق پشته. اون وقت پشته ها فعال بودن، حاضر هم فعال هستند، لیکن امروز الکی پشت الکترونی، مفهوم پشت الکترونی مشهور است. اون وقت ما با پشت همین مقرری میفرستادیم. بعد باز چند چیزم رو به وارثان سامانیان به اون روزنامه های بچگانه که ما عبور نبودیم به مکتب میرفت فرستادم و با همین مهر دفتر، مهر ورق، مهر روزنامه، مهر مجله در دلم بسیار هم سخت ریشه دواند. بجز این باید گفته گذارم که در دیه در اون خاندانی که من اون رو به سر میبردم، بابایم که روزنامه نگار بود کتابخانه شخصی خودش دارد، مجله ها و روزنامه های قدیمترین اون از سالهای 60-70 این جانب جمع کردگی هست. هر روز وقتی که چشمتون میافتد من هم خواستم یک نوع همینطور مثل بابایم روزنامه نگار شوم. بعدا آهسته آهسته مهر قلم و مهر دفتر و مهر ایجاد ما رو تا به دوشنبه آورد، به دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم لوزاده. اونجا رو در دام 4 سال با اختصاص سخنشناسی تاجیک، فیلولوژی تاجیک ختم کردیم. بعدا به انستیتوت زبان ادبیات شهرشناسی و میراث خطی به نام رودکی حجت رو سپردیم. امسال در رفیق ختم هستیم. و دویم کورس بودم که با دعوت بیواسطه لطافت که اینجا به مجله استقبال آمدم. در اونجا
فعالیت رو آغاز کرده نخستین چیزهای من در مجله چاپ میشد. الکی من امتیاز و حقوق‌های بیشتری پیدا کردم. در اونجا استادان بسیار عزیز یوسف جان احمدزاده، ادبیاتشناس انظورتی ملکزاد، سیاد غفار، بعدا به واسطه آنها پیوستنی من به محفل استاد خیراندیش، به محفل استاد رستمی وهاب که در دانشگاه ملی عمل میکند، اون محفل ها در تشکل بیواسطه هم شخصیت من، هم ایجادیات من، هم فعالیت من برای راست شدن قلم من، برای برطرف شدن کمبودی هایی که هم در روزنامه نگاری هست و هم در ایجاد، برای همه آن بسیار یاردمی بیواسطه دادن و آهسته آهسته بعد مجله استقبال استاد محمد غایب شاعر خلق تاجیکستان مرا به روزنامه جمهوریت دعوت کردند و تا امروز در روزنامه جمهوریت حالا هم فعالیت دارم. یعنی از همون لحظه شروع شد مهری البته قلم سخن و همیشه با سخن سر و کار داشت. یک چیز میگم به فکرم همین، اگر همین مثال بیارم البته باید هم شنونده و هم عزیزان باید فهمند که مثلا چقدر عزیز است کاغذ و دفتر، کاغذ و قلم. من تا امروز زیاده از 100 شاید مقاله های من، شعرهای من در مجله و روزنامه های گوناگون در جوانان تاجیکستان، مجله پیام صبح، صدای شرق، استقبال، جمهوریت چاپ شد. لیکن باور میکنید مثلا من در جمهوریت هستم، گازیت روزنامه خودی ما است، بیواسطه هر روز در یک هفته 5 مرتبه چاپ میشود، لیکن هر شماره مثل کودک صفحه‌اش میبینید که امضای شما هست یا نیست. مثلا شما باید عادت کنید، مثلا یک بار شد، 2 بار شد، 3 بار شد، 50 100 200 شماره چاپ شد، باید شما دیگر نکوبید نام نسبتون از اونجا، چون میدونید که شما کارمند همجا هستید، مقالتون سپردگی هستید، باید چاپ شود. لیکن یک شوق و رغبت همون ایجاد هست. بله یک همون بدل نشه ایجاد، نشه ازل میگه، یک نشه هست، یک کیفیت دارد که شما همین هر شماره نوش باید یک بار ورق زنید و ببینید که امضای شما هست، با همون شماره که امضای شما هست، همون شماره روزنامه برایتون چقدر عزیز میشود و فکر میکنید که گویا که از شماره های دیگرگونه این بسیار فرق میکند. میدونید همین مثال شده میتواند که انسان ایجادکار همیشه یک دلگرمی دارد نسبت به همون یک چکیده خودش، خواه خبری خوردکی که باشد، خواه یک موضوع تحلیلی باشد، خواه یک گزارش باشد، خواه یک شعر باشد، خواه یک بیتش باشد، دلش همین تپیده میایستد که زیر همون امضای من، امضایش که با امضایش چاپ شود. مثلا برای همین قدر لذت دارد که همین قدرش من بیان کنم میتونم. از نخستین شعر شما اگر آغاز کنیم موضوعش چی بود؟ یاد ندارم، لیکن میدونم که اون شعر نبود، هم خیلی جمله بود. به فکرم اونها حالی یک نظم هم نداشتن، نظام هم نداشتن، مادر و آفتاب رو وصف کرده بودن. یاد کم در یادم مونده است که وقتی که ما مجموعه شعری شما رو میخونیم، البته شما در هر موضوع شعر گفته اید، موضوع عشق، موضوع میهن، موضوع مادر، موضوع حال زندگی، به استادا شعر بخشیده اید البته در اینجا. خب در بابت نوروز چون آغاز کردید از همبال ترنه ها، ما میدونیم که بهار فصل زیباترین سال است و نیست شاعری که بهار را دوست ندارد و حتی انسانی که بهار را دوست ندارد. بهار میاد و الهام میارد البته. و در بابت نوروز چون اینجا یک شعر خواندم اگر خطا نکنم، خب راجع به همین یک چند سخن میگفتید. نوروز با شرافت استقلالیت جهانی شد، همچون رمزی دولتداری ما، یک شناسنامه دولتی ما شد. امسال هم که در تاجیکستان، در سراسر تاجیکستان همایش ادیبان حوزه نوروز برگزار گردید. ببینید چقدر شکوه و شهامت داشت. دنیا طریق شبکه ها، طریق محوره بار دیگر فهمید، احساس کرد که ملت را امروز البته همه مردم، بسیار حتی روشنفکران تمام دنیا معتقد هستند که کشور رو میتوان با تکنولوژی پیشرفته معرفی کرد، اما کشور ما، حکومت ما بار دیگر اثبات کرد که تنها با تکنولوژی پیشرفته و تنها با بازه‌های بزرگ حربی و تکنیکی نه، بلکه با یک همین فرهنگ عادی، با
شعر با ادبیات هم میتوان ملت رو معرفی کرد که بهانه اساسی آن نوروز شد. نوروز بهانه شد که ما تمام ادیبان و روشنفکران حوزه نوروز فارسی زبانان دنیا ببینید فارسی زبان امروز آنهایی که با زبان تاجیکی و فارسی حرف میزنند در لندن هم هستند، در فرانسه هم هستند، در آمریکا هم هستند. جمعیت تاجیکو عمل میکند در کشورهای بیرون از در دیگر قطعه های سیاره مثلا. بعد معلوم شد که ما حقیقتا هم میتونیم به واسطه نوروز، به واسطه جشن های ملیمون، ارزش های ملیمون، ادبیاتمون، شعرمون، شاعرمون میتونیم گوییم که در یک کنجی سیاره همین یک دولت کوچکی هست میتونیم گوییم. و نوروز البته من در زمان دانشجویی بود که این شعری که در این کتاب جایگیر کرده شده است نوشتم: پیداست که اهریمن مغلوب اهورا شد، از نور و ضیای حق آینه مجلا شد. نوروز بزرگی ما، نوروز بزرگی ما، عیدی همه دنیا شد. وارسته ز تنهایی منها همگی ما شد. دلها پی دلهایند، دل داده سراپایند، با آمدن نوروز سرگرم تمنایند. نوروز وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد، در انجمن نوروز نوروز سخن خوش باد. نوروز تو دنیایی، نوروز اهورایی، نوروز تو یکتایی، نوروز اوستایی، نوروز همه روزی، نوروز پر از روزی، نوروز تو امروزی، نوروز تو فردایی. دلها پی دلهایند، دل داده سراپایند، با آمدن نوروز سرگرم تمنایند. نوروز وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد، در انجمن نوروز نوروز سخن خوش باد. بسیار خوب، آفرین. خب بزرگ مهر، یک جوانی که امروز در زمان آزادی و مثل شما در این فضای آزاد البته صاحب کسب می‌گردد، تحصیل می‌کند، زبان می‌آموزد، ارتباط بیشتر دارد و مثل شما البته در راه ایجاد می‌رود، باید این گونه ارزش‌های ملی و این فضای آزاد را چگونه وصف کند، چگونه احترام کند و چگونه حفظ کند. بسیار یک مسئله حکمت خوبی هست. هر یک چراغ اطراف خود را منور کند دنیا روشن می شود. مثل همون اگر ما هم بجز از تنها در شعر باید همین ترغیب و تشویق ارزش های ملی ما به مانند نوروز و مهرگان و به مانند بزرگداشت چندین نفر نابغه و متفکران ما که تجلیل می‌کرده ایستاده ایم سال به سال. جشن رودکی داشتیم، جشن مولانا، جشن جامی، امام اعظم، مولانا، جلال‌الدین، شخصیت‌های فرهنگی، جامی. بله، اونها تجلیل کردن از این بزرگان یا که ارزش شناسی، یعنی که ترغیب و تشویق ارزش‌های ملیمون باید تنها در روی ورق، تنها در روی مقاله ها باید نماند. ما همچون یک شهروند عادی باید در بین مردم هم بعضی کارهای فهماندهی، بعضی کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بریم. باید ما مثلا ما رو به یک معرکت خبر میکنند، به یک بزم خبر میکنند، به یک صحبت محفل خبر میکنند. در اون محفل هرچند که سبب برگزاری اون محفل دیگر است، شما باید سخن رو به همین موضوع ها باید کشید، باید مردم رو آگاه کنید. رسالت آنهایی که قلم به دست دارند و روشن فکر خود را میشناسند، البته خود را خودشان اگر چنین شناسند، باید در دلشان چنین یک احساس، باید در دلشان چنین یک مسئولیت رو احساس کنند که من باید در یک بزم، در یک محفل، حداقل در نزد فرزندانم، در نزد برادر و خواهرم باید گویم که نوروز چی است، نوروز چی اهمیت دارد، برای چی تا این حد ما به این قدر شکوه و شهامت تجلیل میکنیم. مولانا کی است، امام اعظم کی است، امام اعظم در پایداری مذهبی ما چی حصه گذاشت. ما میدونیم، باید همین دانسته خودمون رو حتما باید به یک نفر رسونیم، یا که به یک چند نفر دیگر رسونیم. من فکر میکنم امروز تنها در روی ورق و کتاب و مقاله هامون باید مانده و با همین خاموش نباشیم. ما باید هر لحظه، هر ساعت این ارزش ها رو ورد زبان کنیم. امروز نه پگاه میفهمند، پگاه نه فردا میفهمند. میدونید
من یک قصه عجیبی روش به شما میگم. یک آموزگار داشتیم از فن فیزیک درس میداد، ما اینقدر فنهای دقیق رو خوب نمیفهمیدیم. میگفتیم که معلمه شما اون 3-4 نفری که میفهمد به همون زحمت کشید، اونها بیشتر خوبتر فهمند. برای ما که زحمت میکشید ما رو به نزد تخته صنف میبرید، زحمت میکشید، این بی منفعت از گفتیم یک بار. من گفت که برای من فرق نداره تو نزد تخته صنف میبری و وقتت بیهوده میرود، مثال مسئله رو میتونی حل کنی یا نه. من مهمش همینجا 20 نفر هستید، 20 نفر علاهده میپرسم، در نزد وجدان خودم پاک میشوم و همون کوشش میکنم که همون 500 سوم 800 سومونی که برای من دولت جدا میکند آشام شود. ببینید یک آموزگار اگر چنین یک مسئولیت داشته باشد، اگر یک آموزگار چنین احساس کند که من برای ما یک عادت شده است، این نمیدونه، این رو نمیپرسیم. یا که وقتی کمیسی اومد 2-3 نفر میدونستگی ها رو آماده میکنیم، میگیم که شما برآمد کنید. نه، همون هر نفر اگر احساس کند مسئولیتش رو در کسب خودش، آموزگار، روزنامه‌نگار یا که کاسب هست، مهندس هست، طراح هست، من هر نفر در کسب خود، در کسب خود اگر یک مسئولیت احساس کند، مثلا عالم گلستان میشه. باز همون سخن که هر چراغ اطراف خود رو منور کند عالم منور میشه. بسیار خوب. خب در انجام میخواستم بزرگمهر راجع به نقش جوانان و آینده نگری جوانان و در راه آینده به سوی آرزوهای نیک قدم ماندن جوانان یک کمی سخن میگوید. جوانای اون زمان از 100 سال پیش که مثل ما جوان بودن، از اونها طلب کرده میشد که خوب خوانند، علم اندوزند. اما امروز البته چند طلبات دیگر برای جوانان ما هست. بجز از خوب خواندن، بجز از اعلی خواندن، بجز از دانستن علم های زمان خودش، امروز وای باید از نظر سیاسی هوشیار باشد. ببینید دنیا چه خیلی دنیا نابسامان است. امروز مثل جوان پیشتر تنها از پی خواندن نه، وای باید در کوچه هزار یک غایب میپیچد، در اینترنت، در فضای اینترنت، در تلویزیون، در روزنامه های غیر دولتی، در فضای اینترنت هزار یک نفر هست که هزار یک اطلاع دسترس میکند برای خود، گوناگون هست. میلیون نفر هست که میلیون نفر با اندیشه گوناگون به فضای اینترنت وارد میشه. امروز جوان امروز با وجود خواندن و درست دانستن چند زبان خارجی، امروز باید از نظر سیاسی هوشیار باشد. نه بس از اون که باید در کدام کسب کار است، زیرکی سیاسی امروز ضرور است. باید همین برای وطن خودش خدمت کردن، مثلا خدمت حربی رفتن، همون چیزهایی که به منفعت وطن نگران داشته است، اون منفعت رو مثل منفعت شخصی خود داند. منفعت عمومی دولتی، عمومی خلقی نه، بلکه مثل منفعت خودش حسابد، منفعت دولت رو. در چنین حالت ما میتونیم به این یا آن کشور سرخم نشویم، به این یا آن مملکتی پرقدرت سرخم نکنیم، به این یا آن مملکتی پرقدرت مثلا روی نیاز نوریم. ما همین جمعیت همین جامعه رو ما باید با دستان خودمون سازیم. این بارها در مجلس ها و برآمد هایی که واخری که با جوانان برگزار میگردد از طرف حکومت، از طرف راهبری دولت دائم همیشه موردی تاکید قرار دارد که باید همین کشور رو اگر ما خودمون به دستمون نسازیم، هیچ کس به دستان دیگر کس آباد کرده نمیشود. چون در تاریخ ما تجربه بسیار بزرگ داریم که ما تکیه به این یا اون کشورها کرده به کدام روزها مثلا گرفتار شدیم. ما البته تجربه های تلخ داریم و باید از اون تجربه ها درس گیریم، برای ما عبرت باشد، اون درس عبرت باشد. ما امروز باید اکنون البته باید های زیاد که مثلا من حالا جوان هستم گویم که باید ما اینطور باشیم، باید جوانانی ما اینطور باشد، یک نوع شاید نادرست باشد. من فکر میکنم که باز همون سخن من تکرار میکنم که اگر من نگویم که تو باید اینطور کنی و اگر خودم اگر توانم برای راست هدایت کرده توانم خودم از روی خودم خود تربیت کنی گذرونم، از روی خودم باید کار کنم، خودم باید یک چند زبان خارجی رو آموزم، خودم از دانش‌های زمانی خودم مسلح باشم. الکی من میدونید یک نفری که با دانش مسلح است جای 100 نفر رو میگیرد، یک قوه بزرگ الکی میشه، چون که اون فهمش اون دانشی که 100 نفر دارد در معنی سری وای هست و الکی میتونه جای 100 نفر رو بگیرد. برای همین من باز هم میگم که اگر من خودم رو همچون یک نفر جوانی همین
در زمان استقلال اگر من خودم رو درست تربیه کرده توانم، هم انسان خوب برای شدنم، هم برای متخصص ساحه خودم شدنم اگر کوشش کرده توانم، من فکر میکنم به قول مردم عالم گلستان میشه. کودکی بازاچه های خواهری من مانده است، کودکی با خنده های دادری من مانده است. در خیالم با صدای کودکی توبش به دست، کودکی تا حال در پشتی دری من مانده است. خانه ها می ساختم از لای خس ویران شدند، خانه ها می ساختم از لای خس ویران شدند، کودکی در خانه چشمی تری من مانده است. می شکستیم از کبوتر بازی بامی خانه ها، اندرونی بالشم بال و پری من مانده است. صد هواپیما ز کاغذ ساختم با آرزو، آرزوی آسمانی در سری من مانده است. کودکی افسانه بود و در کتابی من نبود، کودکی افسانه بود و در کتابی من نبود، در دلم افسانه های مادری من مانده است. هر سحر آینه رسمی پیری من میکشد، کودکی در باغ سبزی باوری من مانده است. بسیار خوب، بسیار سپاس و تشکر میکنیم بزرگمهر برای یک صحبتی خوب و صمیمی. البته افتخار میکنیم که این فضای آباد و این فضای آزاد و این فضای آسوده را شما توسط شعر در دل و دیده مردم، در خرد و اندیشه نسل جوان باز هم بیدار و روشن میسازید. تشکر. و فکر میکنم که هر یک جوان تاجیک امروز باید پیش از همه در دست مشعله داشته باشد. مشعله شعر، مشعله شعار به سوی آرزوهای آینده، به سوی آرزوهای زیبا در راه به سعادت رساندن وطن. خب بینندگان عزیز، در همینجا برنامه بازتاب اندیشه به پایان میرسد. همیشه سربلند و سعادتمند باشید.